با درود خدمت دوستان و همراهان عزیز، من و همکارانم در اسپی لنگویج افتخار این رو داریم که با درس 9 از سری درس‌های آموزش زبان ترک استانبولی در خدمت شما عزیزان باشیم. حالت مثبت زمان حال استمراری. Şimdiki zaman olumlu. قبل از هر چیز باید یاد بگیریم که چطور مصدر رو به بن فعل تبدیل بکنیم. برای تبدیل مصدر به بن فعل در ترکی از آخر مصدر ماک و مک رو حذف میکنیم. مثل آمدن که باید تبدیل بشه به بن فعل که هست آمد. یلمک حالت مصدری آمدن هستش. برای تبدیل به بن فعل شدن با حذف مک تبدیل میشه به گل، آمد. گülmek خندیدن. وقتی رو مک رو حذف میکنیم تبدیل میشه به گül، خندید. koşmak دویدن. ماک رو حذف میکنیم میشه کش، دوید. almak خریدن. با حذف ماک تبدیل میشه به آل، خرید. dinlemek گوش کردن. با حذف مک تبدیل میشه به dinle، گوش کرد. başlamak شروع کردن. با حذف ماک تبدیل میشه به başla، شروع کرد. adıllar adıllar ضمایر فاعلیمون هستش. قبلا گفتیم ben، sen، o، biz، siz، onlar. من، تو، او، ما، شما، ایشان. eylem فعل هستش. اینجا بن فعل رو می نویسیم. gel، gül، koş، al، dinle، başla. برای اینکه بن فعل رو در حالت زمان حال استمراری بنویسیم به آخر بن فعل در تمامی اشخاص ایور اضافه میشه. یعنی از اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع به همه یه دونه ایور اضافه میکنیم. بعد از اون برای اینکه شخص ها مشخص بشه برای اول شخص دوم شخص سون، سوم شخص چیزی اضافه نمیشه. اول شخص جمع اوز، دوم شخص جمع سونوز، سوم شخص جمع لار. برای هر کدوم الان یه مثال میگیم ولی توضیحات کامل رو در ادامه خواهیم گفت. فقط برای این هستش که یک مقدار آشنا بشید. برای من میشه ben geliyorum، من می آیم. sen gülüyorsun، تو میخندی. o koşuyor، او میدود. biz alıyoruz، ما میخریم. siz dinliyorsunuz، شما گوش میدهید. onlar başlıyorlar، آنها شروع میکنند. با توجه به جدول یک نکته داریم و خواستیم فرقهاشون رو توی جدول ببینید تا این نکته رو بتونید کاملا متوجه بشید. پسوند زمان با توجه به آخرین حرف صدادار فعل به شکل زیر انتخاب میشه. ما گفتیم که به تمامی اشخاص ایور اضافه میکنید، یعنی بعد از بن فعل ایور میاد. در جدول دیدید که حالت ایور به یک شکل نبود، به 4 شکل ایور نوشته میشه. برای بن فعل هایی که آخرین حرف صدادارشون به آ و ا ختم میشه ایور هستش. برای بن فعل هایی که آخرین حرف صدادارشون ا و ای هستش به صورت ایور اضافه میشه. فعل هایی که آخرین حرف صدادارشون او و او هستش اویور اضافه میشه. برای فعل هایی که آخرین حرف صدادارشون او هست به صورت اویور اضافه میشه. در صورتی که بن فعل به ا و آ ختم بشه با توجه به تلفظ آ و ا حذف میشه و به حروف صدادار زیر تغییر میکنه. آ به ا او، ا به ای و او تبدیل میشه. با توجه به نکته هایی که گفتیم یک بار دیگه مثال ها رو نگاه میکنیم. ben geliyorum، من میایم. sen gülüyorsun، تو میخندی.
O koşuyor. O میدود. Biz alıyoruz. ما میخریم. Siz dinliyorsunuz. شما گوش میکنید. onlar başlıyorlar. آنها شروع میکنند. حالا میخوایم مثال هایی رو که قبلا دیدیم یک مقدار دقیق تر بررسی کنیم. gelmek آمدن. برای اینکه gelmek رو صرف بکنیم و برای تمام اشخاص بنویسیم، اولین کاری که میکنیم ضمایر فاعلیمون مینویسیم. یعنی قبل از هر چیز مینویسیم من، تو، او، ما، شما، ایشان. ben, sen, o, biz, siz, onlar. مصدر gelmek رو مکش رو برمیداریم میمونه گل و برای تمامی اشخاص این گل رو مینویسیم. با توجه به اینکه حرف صدادار گل ا هستش در زمان میشه ایور. پسوند زمانش رو اضافه میکنیم. به تمامی اشخاص پسوند زمان اضافه میشه و تا اینجا هیچ تغییری نداریم. الان فقط مونده یه دونه اضافه کردن صرف اشخاص. برای بن برای سن سون، سوم شخص هیچی اضافه نمیشه. اول شخص جمع اوز، دوم شخص جمع سونوز و سوم شخص جمع لار. اینها رو هم می نویسیم. حالا صرف کردن ما تموم شد. خیلی راحت میگیم من می آیم. بن geliyorum. تو می آیی. سن geliyorsun. او می آید. او geliyor. ما می آییم. biz geliyoruz. شما می آیید. siz geliyorsunuz. آنها می آیند. onlar geliyorlar. اگر دقت بکنید برای صرف کردن فعل در اشخاص مختلف کافی استش که سوم شخص مفرد رو صرف کنیم و بعد از اون پسوند اشخاص رو به این صرف اضافه کنیم. او geliyor. نگاه بکنید geliyor در تمام اشخاص مشترکه و فقط پسوندهای اشخاص به این اضافه میشه تا خیلی راحت بتونیم صرف بکنیم. حالا میخوایم gülmek رو صرف بکنیم. همونجوری که دفعه قبل گفتیم ben, sen, o, biz, siz, onlar نوشته میشه. مصدر رو تبدیل به بن فعل میکنیم با حذف مک میشه گül. با توجه به اینکه حرف صدا دارش او هستش زمان میشه uyur. سوم شخص مفردش رو صرف میکنیم میشه او gülüyor. او gülüyor. حالا پسوندهای اشخاص رو بهش اضافه میکنیم. ben gülüyorum. من میخندم. sen gülüyorsun. تو میخندی. او gülüyor. او میخندد. biz gülüyoruz. ما میخندیم. siz gülüyorsunuz. شما میخندید. onlar gülüyorlar. آنها میخندند. حالا میخوایم فعل کشماک رو صرف کنیم. برای تبدیل مصدر به بن فعل ماک رو برمیداریم میمونه کش. ضمایر فاعلیمون رو نوشتیم. برای همش کش رو مینویسیم. با توجه به اینکه حرف صدادارش او هستش پس پسوند زمانش اویور میشه. سوم شخص مفردمون رو مینویسیم او koşuyor. حالا برای بقیه پسوند اشخاص رو اضافه میکنیم. ben koşuyorum. من میدوم. sen koşuyorsun. تو میدوی. او koşuyor. او میدود. biz koşuyoruz. ما میدویم. siz koşuyorsunuz. شما میدوید. onlar koşuyorlar. آنها میدوند. میخوایم تو اینجا فعل خریدن آلماک رو صرف کنیم. ضمایرمون رو نوشتیم. مصدرمون رو با حذف ماک به بن فعل تبدیل میکنیم. آل و در تمامی اشخاص نوشته میشه. با توجه به اینکه حرف صدادارمون پسوند زمانمون ایور میشه. ایور رو در تمامی اشخاص می نویسیم. سوم شخصمون میشه او alıyor. حالا پسوند اشخاص رو اضافه میکنیم. ben alıyorum. من میخرم. sen alıyorsun. تو میخری. او alıyor. او میخرد. biz
alıyoruz. ما میخریم. siz alıyorsunuz. شما میخرید. onlar alıyorlar. آنها میخرند. فعل گوش کردن، dinlemek. ضمایر فاعلیمون رو نوشتیم. با حذف مک بن فعل تبدیل میشه به دینله. دینله رو برای همشون مینویسیم. با توجه به اینکه آخرین حرف صدادارمون ا هستش، پسوند زمانمون ایور میشه. ایور رو برای همشون مینویسیم و نکته ای رو که داره بهش دقت میکنیم. گفتیم اگر آخر بن فعل به ا و آ ختم بشه اونها رو حذف میکنیم. ا رو حذف میکنیم. حالا سوم شخصمون رو صرف میکنیم. او dinliyor. بعد از اون پسوند اشخاص رو اضافه میکنیم. ben dinliyorum. من گوش میکنم. sen dinliyorsun. تو گوش میکنی. o dinliyor. او گوش میکند. biz dinliyoruz. ما گوش میکنیم. siz dinliyorsunuz. شما گوش میکنید. onlar dinliyorlar. آنها گوش میکنند. حالا میخوایم فعل شروع کردن رو صرف کنیم. başlamak. ضمایر فاعلیمون رو نوشتیم. با حذف ماک از آخر مصدر تبدیل به بن فعلش میکنیم. میشه başla. با توجه به آخرین حرف صدادارش پسوند زمانمون میشه uyur. با توجه به نکته‌ای که گفتیم آ رو از آخرش حذف میکنیم. سوم شخص مفردمون میشه او başlıyor. او başlıyor. حالا پسوند اشخاصمون رو بهش اضافه میکنیم. ben başlıyorum. من شروع میکنم. sen başlıyorsun. تو شروع میکنی. o başlıyor. او شروع میکند. biz başlıyoruz. ما شروع میکنیم. siz başlıyorsunuz. شما شروع میکنید. onlar başlıyorlar. آنها شروع میکنند. تا اینجا حالت مثبت زمان حال استمراری رو یاد گرفتیم. حالا میخوایم ببینیم برای سوالی کردن چه کاری باید انجام بدیم. در ابتدا به این جدول فقط نگاه بکنید. بن فعل ها رو دقت بکنید. حالت پسوند زمان رو دقت بکنید. اینکه چطور سوالی میشه میبینیم و اضافه کردن پسوند اشخاص رو با هم میبینیم. مثال ها: ben geliyor muyum؟ آیا من میآیم؟ sen gülüyor musun؟ آیا تو میخندی؟ o koşuyor mu؟ آیا او میدود؟ biz alıyor muyuz؟ آیا ما میخریم؟ siz dinliyor musunuz؟ آیا شما گوش میکنید؟ onlar başlıyor mular؟ آیا آنها شروع میکنند؟ حالا میخوایم دقیق‌تر هر کدوم از مثال ها رو بررسی بکنیم. ضمایر فاعلیمون رو نوشتیم. ben, sen, o, biz, siz, onlar. بن فعلمون رو با حذف مک از مصدر به دست میاریم. گل برای همش می نویسیم. با توجه به حرف صدادارش پسوند زمان یور رو برای همه دوباره می نویسیم. چیزی که تو اینجا اضافه میشه برای سوالی از مو استفاده میکنیم. مو برای همش نوشته میشه. حالا اگه دقت بکنید در اول شخص مفرد و اول شخص جمع یه اضافه میشه. بعد پسوند اشخاص رو اضافه میکنیم. حالا سوم شخص مفردمون رو صرف میکنیم. او geliyor mu؟ آیا او می آید؟ به همین راحتی. حالا با اضافه کردن پسوندهای اشخاصمون صرفش میکنیم. ben geliyor muyum؟ آیا من می آیم؟ sen geliyor musun؟ آیا تو می آیی؟ o geliyor mu؟ آیا او می آید؟ biz geliyor muyuz؟ آیا ما می آییم؟ siz geliyor musunuz؟ آیا شما می آیید؟ onlar geliyor mular؟ آیا آنها می آیند؟ برای صرف کردن و سوالی کردن فعل گülmek خندیدن ضمایر شخصیمون رو می نویسیم. بنمون رو که گül هستش می نویسیم. با توجه به حرف صدادارش
uyur پسوند زمانش رو می نویسیم. مو برای سوالی شدن به آخرش اضافه میشه. دقت میکنیم که یه در اول شخص مفرد و جمعمون اضافه بشه و حالا سوم شخص مفردمون رو صرف میکنیم. او gülüyor mu؟ آیا او میخندد؟ ضمایر شخصیمون رو اضافه میکنیم و صرفش میکنیم. ben gülüyor muyum؟ آیا من میخندم؟ sen gülüyor musun؟ آیا تو میخندی؟ o gülüyor mu؟ آیا او میخندد؟ biz gülüyor muyuz؟ آیا ما میخندیم؟ siz gülüyor musunuz؟ آیا شما میخندید؟ onlar gülüyor mular؟ آیا آنها میخندند؟ برای فعل دویدن ضمایر فاعلیمون رو نوشتیم. بن فعل رو کش می نویسیم. زمانمون رو اضافه می کنیم. پسوند سوالی کردن رو اضافه می کنیم. سوم شخص مفردمون رو صرف می کنیم. او koşuyor mu؟ و بعد پسوندهای شخصی رو اضافه می کنیم. ben koşuyor muyum؟ sen koşuyor musun؟ o koşuyor mu؟ biz koşuyor muyuz؟ siz koşuyor musunuz؟ onlar koşuyor mular؟ حالا شما صرف کردن فعل ها رو قشنگ یاد گرفتید. پس سعی میکنیم یه مقدار سریعتر جلو بریم. فعل almak خریدن ضمایر فاعلی نوشته میشه. بن فعل نوشته میشه. با توجه به حرف صدادارش پسوند زمان میشه ایور. موها رو اضافه میکنیم تا سوالیش بکنیم. دقت میکنیم اول شخص ها ی نوشته بشه. سوم شخص مفردمون رو صرف میکنیم. او alıyor mu؟ آیا او میخرد؟ پسوندهای شخصیمون رو اضافه میکنیم و صرف میکنیم. ben alıyor muyum؟ sen alıyor musun؟ o alıyor mu؟ biz alıyor muyuz؟ siz alıyor musunuz؟ onlar alıyor mular؟ فعل گوش کردن رو صرف میکنیم. ضمایر فاعلیمون رو مینویسیم. بن فعل رو با حذف مک مینویسیم. دقت میکنیم که حرف صدادار آخرش ا هستش، حذف میشه. پسوند زمانش ایور هستش، برای همش نوشته میشه. برای سوالی کردن مو رو مینویسیم. برای اول شخص ها ی رو اضافه میکنیم. سوم شخص مفردمون رو صرف میکنیم. او dinliyor mu؟ آیا او گوش میکند؟ برای بقیه اشخاص پسوندهای شخصیمون رو اضافه میکنیم. ben dinliyor muyum؟ sen dinliyor musun؟ o dinliyor mu؟ biz dinliyor muyuz؟ siz dinliyor musunuz؟ onlar dinliyor mular؟ و آخرین مثالمون صرف فعل شروع کردن، başlamak. ضمایر فاعلیمون رو می نویسیم. با حذف ماک بن فعلمون رو به دست میاریم. دقت میکنیم آخرش آ هستش، حذف میکنیم. با توجه به حرف صدادار آ پسوند زمانمون ایور میشه. برای سوالی کردن مو رو اضافه میکنیم. دقت میکنیم ی رو در اول شخص ها اضافه کنیم. سوم شخص مفرد رو صرف میکنیم. او başlıyor mu؟ آیا او شروع میکند؟ پسوندهای شخصی رو اضافه میکنیم و صرف میکنیم. ben başlıyor muyum؟ sen başlıyor musun؟ o başlıyor mu؟ biz başlıyor muyuz؟ siz başlıyor musunuz؟ onlar başlıyor mular؟ onlar başlıyor mular؟ و به این طریق سوالی کردن رو هم یاد گرفتیم. به پایان درس 9 رسیدیم و امیدوارم که این درس برای شما مفید واقع شده باشد. از شما دعوت میکنیم که حتما از درس بعدی ما که درس 10 با موضوع منفی کردن زمان حال فعل هست دیدن فرمایید. اسپی لنگویج آرزوی بهترین ها رو برای شما خوبان دارد. تا درس دیگر بدرود.